با یه وبینار تحلیل هفتگی دیگه، یا به قول معروف اون هفته تحلیل هفته گذاشته بودیم، یه نفر اومده بود گفته بود که اینا همش ویدیوهای خودنماییه. با یه خودنمایی دیگه در خدمتتون هستیم. بریم برای هفته آینده ببینیم چه انتظاری از بازار داریم. بچه هفته قبل من اومدم در مورد بازار صحبت کردم. ببینید من این کندل داشتم از هفته قبل، گفتم چون این کندل قرمز نتونسته بیاد این پایین این کندل ببنده، پس من همچنان احتمال صعود رو توی بازار میدم. خیلی ها میگفتن آقا طلا رفته سقفشو زده الان دیگه باید برگرده. گفتم چیزی که توی هفته به من داره میگه، انتظاری که برای هفته آینده دارم همچنان روند صعودی هستش. همچنان روند صعودی هستش. گفتم محدوده های مهمم کجاست؟ گفتم یک سقف هفتگی دارم، یک کف هفتگی دارم. درسته؟ بازار اومد سقف هفتگیشو شکوند، پول بک زد. گفتم تا 3430 تا 32 خودش میتونه بره. از اونجا برگشتشو داریم. ویدیوش داخل کانال آکادمی هستش. دلایل مبنامو آوردم براشون. 6 دقیقه ویدیو گرفتم توی لایو بازارا. ببین توی لایو بازار. آره اینا خود نمایی داره عزیزم. اون دوست عزیزی که اومده بود پیام داد، گفتم آقا اومده طلا سقف هفتگیشو شکونده، پول بک زده، پس میتونه ادامه گامش تا 3431 خودش بره. این کندل بس از همونجا شروع کرد بریختن. پس من اسد برای هفته آیندم چه انتظاراتی رو دارم میام بررسیش میکنم. اوکی، میام این ساعت ها رو پاک میکنم. از کندل ها چی رو دارم الان میفهمم؟ کندل که هنوز نزول به هم نشون نمیده، یعنی روند بازار رو هیچ چیزی من برای هفته آینده نمیتونم بگم که آقا طلا میخواد مثلا سنگین بریزه، پس روند نزولی تو بازار نداریم، اما روند اصلاحی داریم توی بازار. چرا؟ ببینید ما یک سطحی رو داریم توی بازار الان. بذار با همین رسمش بکنم. اوکی، ببین این محدوده بازار رو نگاه کنید. اینجای بازار محکم ترین جا سطح بازار بوده که هر بار این قیمت رفته بالا یا برگشته اومده به این سطح بسته شده و الان کندل اومده پایین. این کندل ها این به من داره چه پالسی رو میده؟ میگه روند صعودی، اما طلا شاید بخواد تا کف هفتگیش بیاد. کف هفتگیمون کجاست؟ اینجا. سقف هفتگیمون کجاست؟ اینجا. پس فعلا دو تا ساعت من تو بازار مهم دارم، کف هفتگی و سقف هفتگی. ممکنه طلا بخواد تو این محدوده های خودش کار بکنه و برگرد. درسته؟ من انتظاری که توی بازار دارم اینجایی که بازار بسته شده این قیمت، یعنی اگر بتواند زیر این همین محدوده برای من روز دوشنبه تایید بده و تثبیت بده، احتمال دارم تا حتی همین کف خودشم بیاد 3238 خودش. اوکیه. دلیلم چیه؟ این دلیلمه. آقا دوشنبه اومد بالا 100 شکون با کندل های 4 ساعته، با کندل های 30 دقیقه اومد بالای سطح من داره تثبیت میده. میگم خب اوکی میریم برای پای. تا کجا؟ تا این محدوده خودش. اگر بشکنه پول بک بزنه تا کجا میرم؟ اگر پول بک نزنه و اومد بالا، اینجاها مجاز هستن به معامله گرفتن سیل بدون استاپ تا پایین. پس اوکی شدیم. این تا اینجای کار. من یک ترندی هم توی بازار دارم. این ترند من هستش که بازار اومده بهش واکنش نشون داده. پس این یکی دیگه ساعتیه که من انتظار دارم برای این هفته بازار. پس من این ساعت هامو توی بازار برای خودم دارم. ممکنه طلا بخواد بیا روی این سطح تقویت بشه برگرده. پس من میبینم چه اتفاقی افتاد. اگر اومد این سطح خودش رو شکون، پول بک زد، تا کجا میخواد بره؟ میگم آقا تا این سطح خودم دارم. پس تحلیل هفتگی برای چی دارم انجام میدم؟ برای اینکه ببینم توی هفته آینده وقتی که این سطحمو شکوند یا اومد سوار بر این سطح تا کجا میخواد بره. من نمیام تحلیل هفتگی بکنم روز دوشنبه صبح بیدار بشم بعدشم بگم خب از اینجا یه دونه سیل میزنم تا اینجا. نه بابا این حرفا نیستش که. من فقط میام تحلیل هفتگی انجام میدم برای خودم، برای اینکه روز بازار تعطیله، چون بازار الان حرکت نداره. با خیال راحت میشینم نگاه میکنم چه اتفاقاتی رو دارم.
چه روندهایی رو توی بازار دارم، چه اتفاقی ممکنه بیفته. از اون طرف میام این سقف و اینم به هم وصل میکنم، میگم طلا الان توی یک وجی قرار گرفته، حتی ممکنه به این سطح هم بزنه بریزه. پس یک سقف هفتگی سطح‌های استاتیکم رو رسم کردم، یه سقف هفتگی یکم و یه جایی که بازار بسته شده. درسته؟ یک ترندم از بازار دارم، این ترند و این ترند. حالا این بد شد. از نوک شادو گرفتم، نوک شادو، اوکی، اینم نوک شادو میتواند طلا توی محدوده خودش کار بکنه. چرا میتونه توی محدوده خودش کار بکنه؟ چون کندل هفته قبل داره به من چی میگه؟ میگه هنوز بلا تکلیفی بازار، منتظر یک سری اخبارها هستش. اگه خبری که هفته گذشته داشتیم نرخ بهره کاهشی میشد، چه اتفاقی میفت؟ DXY ریزشی میشد، طلای سعودی میشد. پس خبرهای هفته هم برای من مهم هستش. کجا ببینیم؟ تو فارکس فکتوری دیگه. آموزش گروه‌های فارکسی رو دیدین؟ من چه ها دیگه من اینا رو دیگه نباید بهتون بگم. درسته؟ این تک تک اینها رو دارم بهتون میگم. من اصلا این انتظارات 2 تا سطح ترندی دارم تو خودم، این داینامیکی دارم و 3 تا سطح استاتیکی دارم. این سطح ها برای من تکلیفمو مشخص میکنه، چه چیزهایی رو دارم، چه انتظاراتی رو دارم، تا کجاهای خودش بازار میتونه بیاد دارم. بعد روز دوشنبه که اومد زیر این سطح تثبیت به هم داد خواست بریزه، میگم خب تا اینجا رو دارم. چرا؟ چون کندل های 4 ساعته گفته روز جمعه گفته سعودی هم، پس میاد به این سطح واکنش نشون بده، برگرده بره بالا. اگر اومد این سطح هم شکون پول بک زد، تا کجا میتونم بیام؟ میگم آقا تا این سطح رو دارم. متاسفانه طلا مثلا ممکنه بیاد اینجا این سطح رو بشکنه، پول بک بزنه، یک کندل قرمز تا اینجا ببنده، اینجا طرف تازه میخواد ورود بکنه بر معامله. من میگم نه، اینجا سطح مهمی، همینجوری نمیتونی ورود بکنی. اگر خواستیم ورود بکنیم در چه صورت ورود میکنیم؟ مثل اون سطحی که هفته گذشته داشتیم، سقف هفتگیشو شکوند. کجا بودش که سقف رو شکوند؟ اینجا بودش. درسته. آره، این سقفش شکوند. گفتم خب پول بک زده، پس ادامه روند میخواد بره. وقتی که پول بک نزده هیچ، وقتی که اومد اینجا سطح شکوند پول بک زد، گام بعدیت میشه کجا؟ میشه گام میشه اینجا. همه اینا رو میدونم. اگر تاییدیه به هم داد میرم برای بعدی. اگر اومد روی این سطح سوار شد تو تایم های 4 ساعته و 30 دقیقه تاییدیه به هم داد، میگم بایشو میگیرم تا همین بالا، چون کف هفتگی مهمه برام، سقف هفتگی مهمه برام. طرف میگه آقا تو اومدی گفتی روند بازار مثلا سعودیه، من دوشنبه اومدم معامله باز کردم رفته تو بالا. میگم خب دلایل چی بوده؟ من هیچ موقع اینجوری معامله نمیکنم. من اینجا که معامله‌ام کردم اوکی، اگر بیاد تا سقف هفتگی میبندم، منتظر میشم ببینم میشکونتش یا نه. اگه شکوندش میرم برای معامله بعدیم، اگر نشکوند که نه، ممکن از همونجا خود برگرده. بچه چیزایی که دارم بهتون میگم میتونید برین توی بازار، توی گذشته بازار تستش بگیرید. من اصلا این چندین سال اینقدر تست گرفتم، اینقدر ازش پول در آوردم که با خیال راحت نشستم جلوی دوربین دارم در موردش صحبت میکنم. تحلیل هفتگی من برای اینه که بفهمم بازار تو چه ساعت‌هایی توی بلند مدت خودش میتونه بیاد، پس تصمیمات درست رو بگیرم، تصمیم اشتباه نگیرم. متوجه منظورم هستید؟ تحلیل هفتگی ها نمیام انجام بدم که روز دوشنبه شروع کنم، نه، تحلیل هفتگی انجام میدم. میگم این سطح مهمه، اگر اومد بالای این سطح سوار شد، تاییدیه بهم داد، بایشو میخوام بگیرم تا کجا؟ این ترند دارم، اینو شکون تا اینجا رو دارم، اینو شکون پول بک زد تا کجا؟ تا اینجا رو دارم. دلایل خاص خودمو دارم. آقا این سطح شکون تا کجا میخواد بره؟ اگر بهم گام شماری بازار داد همراهش میرم، اگر نداد میشینم کنار تا ببینم خود بازار کجا میخواد آروم بشه. بعضی وقتا بازار میاد یک ساعتایی میشکنه، یک کله داره میره. خب اصلا تو چیکار میکنی؟ هیچ کار نمیکنم، میشینم کنار. اگر بیا سقف هفتگیمو بشکنه، پول بک بزنه و یک کله اینجوری بره بالا، میشه مثل اسب وحشی که توی بیابون داره. تو چیکار باید بکنی؟ هر چی دنبال اون اسب وحشی بری نمیتونی بگیریش، بهت حمله میکنه، فرار میکنه. باید صبر بکنی خودش بره، بدوه، خسته بشه. وقتی که وایساد خسته شد،
بری نزدیکش بشی اون تنابه رو بندازی گردنش. منم این کارو میکنم وقتی توی بازار بذار یه وقتا یه حرکتای سنگین میکنه طرف میگم آقا بچا امروز من معامله ندارم، عجله هم برای معامله ندارم، نشستم کنار ببینم بازار میاد تو سقف خودش، واکنشاش نشون داده، کم کم داره اسلام میده، نشانه های ریزش میده، شروع میکنم معامله کردن، استاپو مشخص کردم، تیپی مشخص کردم و معامله کردم. پس چون بازار اومده هفته گذشته بازم کلوزش تو همین مهد خودش بوده، یعنی داره به ما پالس میده آقا بازار فعلا تو همین فشردگی هستش، منتظره. اگر که خبر توافق بین روسیه و اوکراین بیاد، خبر توافق بین آمریکا و اروپا و کانادا و همین حرفا بیاد، یکم اقتصاد نجات پیدا کنه، یکم دیکس های ریزشیشه، یکم دیکس های سعودی بشه، شاخص های دلار سعودی بشه، خب طلای شروع کنه بریختن. اگه خدایی نکرده جنگی توی دنیا شروع بشه مثل هند و پاکستان، مثل نمیدونم خیلی از کشور، چین با تایوان، این جنگا بشه، میگم خب روندم سعودیه. خدایی نکرده ایران با آمریکا، فرقی نمیکنه. تا شرایط همینه خود بازارم دست نگه داشت، میگه آقا زیاد آنچنان قدرتی نداریم، همین جهاز ها رو یه پله میره بالا یا میاد پایین، فعلا منتظریم براش. حالا اگه پایین بخواد بیاد تا کجاها رو داریم؟ 3303 رو بچه داشته باشن که همینجا بیاد پایین. حالا اگه بیاد بالاتر 3307 فرق نمیکنه. اگه اینجا رو بشکنه تا کجا میخواد بیاد؟ این من دارم برای خودم نقشه راه میکشم. نقشه راه یعنی چی؟ من اسد نشستم پشت ماشینم میخوام رانندگی کنم، از یک شهری برم به شهر دیگه، میام نگاه میکنم توی چه مسیری دارم میرم، پمپ بنزین اگه بنزین کم آوردم کجا بنزین میتونم بزنم، کجا میتونم استراحت بکنم، کجا میتونم شب برم هتل بگیرم، کجا میتونم غذا بخورم. اوکی، این میشه یک نقشه راه. مثلا شما از تهران راه میفتی تا مثلا مشهد میخوای بری، درسته؟ میگی وسط رام کجاها هستش، 12 ساعت مسیر، کجا استراحت کنم، اگه بارون زد کجا بمونم، اگه هوا رو نگاه میکنی شروع میکنی رانندگی کردن. ممکنم هست بشینی پشت ماشین یک کله بری، میرسی میخوری به بارون، اوه چیکار کنم نمیدونی، جاگیر نمیاد، شب عید هتل نیستش، اینجا اصلا بنزین نداره، تو باید فاصله پایینتر بنزین تو میزده، اینجا اصلا بنزین نیست. پس من از تحلیل هفتگیم این استفاده رو میکنم، به خاطر همین نقشه راه برای هفته آیندهم بده. ممکنه یه خبر بیاد توی بازار بگن جنگ، همه این ساعت‌ها رو میشکنن، اصلا طلا میاد تا اینجاها. ممکنه بیان بگن آقا روز دوشنبه، آقا یک شنبه دوشنبه بیان آقا بین روز این ویدیو رو دارم شنبه ضبط میکنم، بیان بگن آقا روسیه و اوکراین بالاخره توافق کردن، صلح کردن، اوکی شد، اروپا وضعش خوب شد، گاز از روسیه میره به اروپا، نفت میفروشه، اقتصاد تو اروپا حرکت میکنه. خب چیزی میشه طلا شروع میکنه بریزش. اینم برنامه شد، یعنی میدونم چی چیزی میخواد اتفاق بیفته. هند و پاکستان با هم دعوا کنن، خب جنگ میشه، کیا میرن پشت کدوم کشورها؟ اگه جنگ به صورت خیلی گسترده بشه، طلای سعودی میشه اصلا میره این بالاها. اگه نه چیزی نباشه، در حد همین تو موشک بشه و تمام بشه که هیچ. ببین من برنامه هفته خودم رو میدونم، اگه کسی داره اینا رو میبینه فقط به خاطر اینکه اینو خودش بره تحلیل هفتگیش بکنه، ببینه چی چیزایی من میبینم، چی چیزایی اون میبینه. حالا اگر اونم این ترندو داره توی بازار دنبال دلیله، میگه خب آب فلانی داره منم دارم، پس اینجا دلیل خوبیه برای معامله کردن. اگر یهو تو میخوای معامله سیل انجام بدی، بگی آقا طلا از 3325 میخواد بریزه تا 3000 خودش، 3000 پیپ، من میگم خب صبر کن این 100 تا بشکنه، این 100 تا بشکنه و بعدش بیاد اینجا. یعنی اگه اینجا معامله گرفتی حواست تو این ساعتات باشه، اینجا اگه بشکنه ممکن است همینجا برگرده، اگه تو سودی همینجا یه سیو سود بکن، حواست باشه بهش. آقا شکستش میگیم تو با گام بعدی، تو گام بعدی. پس متوجه منظورم شدین دوستان؟ تحلیل هفتگی برای همینه. ما تحلیل هفتگی انجام میدیم، ساعت‌ها رو برای خودمون مشخص میکنیم، توی هفته ببینیم چه واکنشایی داریم. اگر دلیل بهمون داد شروع کنیم معامله کردن، ندادم بلا تکلیف بود پود بازار. مثلا من این ساعت رو دارم، یک کندل قرمز میاد میشکنه، یک کندل سبز میاد بالا، یک قرمزی بالا، یعنی چی؟ بازار گنگه، خودش هم نمیدونه میخواد بره بالا نمیخواد بریزه. چی کار باید بکنه تریدر؟ معامله انجام نده. دوستان دوستتون دارم، دمتون گرم، مرسی از بچه‌هایی که زیر همین
ویدیوها برام کامنت میذارن، انرژی میدن برای هفته های آینده.